تو انفرادی که منو گذاشتن قبل از من 3 نفر بودن. 3 نفر. من هرچی چون انفرادی 2 در 1.8 داده. من هرچی زمین رو نگاه کردم یه کات توالتم اون گوشه بود کج بود دیوار، نمی‌فهمیدم اینا چه جوری ستایی خوابیدن. و رو هم افتاده بودن آدما تو سلولای امنیتی. و همون اول اونجا یکی زد به شوفار. همون ساعت اولی که من رفتم و یه سری دختر از پشت شوفار میگفتن که مریم کو، سارا کو، فلانی. بعد من جواب دادم گفتم که من تازه اومدم، اینا اینجا نیستن. گفتن تو کی هستی؟ گفتم من تازه اومدم. گفتن اسمت چیه؟ گفتم ترانه. گفتن فامیلی چیه؟ گفتم علی دوستی. بعد اون دختری که اون پشت شوفار بود گفت بچا ساکت. یه حواس بدید چی میگه؟ ترانه علی دوستی بازیگری؟ گفتم آره. همشون جمع شدن، یعنی من از صداها میشنیدم. و شروع کردن. اینش برای من خیلی لحظه ویژه‌ای بود. اینا فکر می‌کردن خب با من کاری ندارن، مثلا من فردا پس فردا آزاد میشم. شروع کردن اسمشون رو گفتن. یادت میمونه؟ اینا همه آدمایی که 50 60 روز بی‌خبر از خانواده بودن. به جون بچه‌م دارم میگم. من فلانی ام، میتونی جلو در شوهر منو پیدا کنی بگی فلانی، میتونی به مامان بابای من بگی این، میتونی بری جلو در بگی. و من 2-3 روز فقط اسمای اینا رو حفظ می‌کردم. میگم همه رو میگم. ولی من اون تو موندم. بنابراین نتونستم این کمک‌ها رو به اونا بکنم. و اینا شروع کردن، اینا سلول به سلول‌های بغلی من خبر دادن که ترانه علی دوستی اینجاست. و من از اینجا اینو فهمیدم که شروع کردن سرود خوندن زیر لب، اینجوری سرود می‌خوندن. شروع کردن مهدی عراحی رو خوندن و میگفتن که به جای او به قلب من بزن جهان ترانه می‌شود. من فهمیدم با منه و خیلی لحظه اعجاب انگیزی بود.